آیا امکان دارد که وجود کتاب ارگانون ارسطو مورد شبهه قرار گیرد و یا با منسوب بودن محتوای آن به ارسطو شک کرده شود؟ شاید این کتاب را نفری از نام او نوشته باشد، شاید خود او چیز تالیف نکرده باشد، شاید او یک روز هم فیلسوف نبود. در حالی که مابین ما و ارسطو تقریبا 2400 سال هست، از کجا به همه معلومات عاید به ارسطو میتوان باور کرد؟ مسلم است که این گونه پرسش و طرح شبهات به تمسخر و استهزا دچار میشود، زیرا چگونه میتوان چیزی را انکار کرد که همه آدمان صرف نظر از اختلاف جنس و دیانتشان به بودن آن اتفاق دارند. بلکه بیشتر از این، چگونه میتوان به آن منسوب بودن چنین اثرها را مورد شبهه قرار داد در حالی که هزارها نفر در عصرهای مختلف از آن استفاده کرده اند و آن را آموزش می‌نمایند؟ با وجود بدیهی بودن این گونه جوابها در صدد مناسبت با گفته‌های فیلسوفان، دیده می‌شود که برخی وابسته به راه و روش گفته‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین مناسبت را روا نمی‌بیند. نمی‌خواهد گفته‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را با گفته‌های ایشان در یک سطح قرار دهد، اگرچه طرز ثبوت سنت نبوی از دیگر متن‌های قدیمه مانند متن ارسطو به کلی فرق می‌کند. طرز و اصول نقل کلام. در زمان معاصر ما امکان داریم که با راه صوتی و صورتی معلومات را ثبت نماییم، ولی در زمان گذشته چنین امکانیت وجود نداشت. آدمان معلومات را بین هم با چی راه و روش نقل می‌کردند؟ چگونه درستی آن را می‌سنجیدند؟ تا میانه‌های عصر 15 میلادی چاپکنی هنوز معمول نبود، بلکه وسیله از همه معمول این نقل معلومات طریق نوشتن و دهان به دهان رسانیدن و شنیدن بود. همه ملت و اقوام صرف نظر از اختلاف دین و اعتقادشان از چنین راه و روش کار می‌گرفتند، ولی طرز اصول تصدیق و تأکید یک روایت پیش هر ملت گوناگون بود. بنابراین که گفته‌هایمان روشن‌تر شود، از حیات روزمره‌مان مثال می‌آوریم. در دانشگاه استاد معروضه می‌خواند. در معروضه‌های او برخی از دانشجویان اشتراکی منتظم دارند و برخی دیگر چنین اشتراک ندارند. حتی میان دانشجویانی که منتظم اشتراک می‌کنند کسانی هستند که به درس دقتی بیشتر از دیگران دارند. فرض می‌کنیم که یک دانشجوی به همه معروضه‌های استاد اشتراک کرده نمی‌تواند و یا از بعضی آن محروم می‌ماند. بعد کسانی را که در درس‌ها اشتراک منتظم داشتند و به گمان وی چیزی از گفته‌های استاد را صرف نظر نکردند، یافته از آنها طلب می‌کند که چیزهایی از استاد نوشته گرفته اشان را به او بدهند تا از آن برای سپاریدن امتحان استاد استفاده کند. همین طور او به خاطر آنکه در امتحان کامیاب شود تلاش می‌کند که از نوشته‌های چند دانشجو استفاده نماید. نوشته یکی را با دیگر مقایسه می‌کند، تحقیق می‌نماید که آن دانشجوی گفته‌های استاد را درست نوشته است یا نه، تا از نوشته‌های آنها آسوده گردد. همین طور ما خود نادانسته در حیات روزمره امان هم به عملیه سنجش و تحقیق دست می‌زنیم. یعنی ما در مقابل معلوماتی که از یک فن تخصصی دانشگاهی می‌گیریم چنین احتیاطکاری می‌کنیم و آن را به این سطح می‌سنجیم. ولی اگر مسئله به خبر آسمان تعلق گیرد چی؟ اگر به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ربط داشته باشد چی؟ کاری که اگر به اون چیزی بیگانه علاوه کرده شود به تبدیل و تحریف دین آورده میرساند. از این جز که باید مسلمانان و دانشمندان مسلمان بیشتر از این دانشجویی که به درس‌های استاد اشتراکی منتظم نداشته است توجه نماید تا معلومات را مشخص کنند. همین نقطه دارای اهمیت خاص بود که مسلمانان برای تشخیص و تدقیق معلوماتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلق دارد راه و روش مخصوص ایجاد نمودند. راه و روش نقل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. یک گروه بزرگ دانشمندانی هستند که به نام محدثان معروفند. از بس که به کار حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغولند، آنها چنین نام گرفتند. این گروه بزرگ که شامل هزارها نفر میباشد، در هر عصر و زمان به تشخیص و تدقیق حدیث‌های مربوط به پیامبر صلی الله علیه و سلم اهتمام ورزیدند. محدثان کار خود را بر اساس قاعده‌های عقلی بنیاد نمودند تا درست بودن و یا نبودن نسبت سخن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت سازند. آنها در این صدد به دیانت شخص روایت کننده، صلاح او، راستگویی و دینداری او، تا چه حد اخلاق بد دارد و یا از هوای نفس خویش پیروی میکند اهتمام میکردند، زیرا شخصی که چنین اخلاق زشت دارد به نقل حدیث او اعتماد کرده نمیشود. بعد از این به سطح حفظ راوی مینگریستند که تا چه حد حفظ قوی دارد. در کار توجه به حفظ راوی تنها با تشخیص شنیده و نقل کردن او محدود نشدند، بلکه به آن چیز توجه داشتند که راوی آن حدیث هایی را که از استادش میشنود تا چه حد درست در کتاب خویش ثبت میکند و تا چه حد آن کتاب را نگهداری می‌نماید. محدثان به این هم اکتفا نکرده، باز آن را تدقیق میکردند که راوی آیا این حدیث را از استادش شنیده
است یا نه. اگر به آن شبهه کنند که راوی این حدیث را از استادش شنیده است، آن حدیث را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت نمیدهند، زیرا کسی که یک حدیث را از کسی دیگر نشنیده است با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم عصر هم نبوده است و آن حضرت را هم ندیده است، از کجا آن را نقل میکند؟ این همه قاعده ها برای آن بود که عالمان تدقیق نمایند که آیا یک حدیث بدون زیاده و نقصان از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است یا نه. ولی گاه می شود که شخص روایت کننده در حفظ و تشکیل کتاب خویش کمبودی ندارد، صاحب دیانت نیز هست، ولی شاید به فراموشی و غفلت و سهو روبرو می شود. از اینجاست که محدثان برای قبول حدیث از راوی شرط حساب دهند که او از یگان علت نهانی که به قبول حدیث از او مانع می شود عاری باشد. این همه قاعده هایی که مورد اهتمام محدثین قرار گرفته است به قاعده های عقلی تکیه می کند، زیرا شخصی که برای مردم دروغ می گوید طبیعی است که حدیث از او قبول کرده نمی شود. این چنین کسی که فراموش خاطر است و یا به غفلت گرفتار می شود. باز کسی که از شخصی ندیده و وانه خورده اش نقل می کند طبیعی است که بدون یگان تردد روایت او رد کرده می شود. محدثان نیز چنین عمل کردند. این قاعده ها اگرچه نقلی نامیده می شوند ولی در اصل همه بدیهی و در قبول و انکار خبر به عقل تکیه می کنند. این گفته ها هیچ به مثال و نمونه نیاز ندارند، زیرا قصه هایی که در بابت محدثان و راه و روش کارگری آنان آمده است خیلی زیادند. برخی از آنان حتی حدیث پدری خود را رد کرده است چون او را قابل قبول نمی شمارد. برخی دیگر پدری خود را از روایت حدیث منع میکند چون سال خورده شده و علامت فراموش خاطری در او دیده می شود. بعد این همه شاید سوال به میان آید که آیا عاملهای سیاسی بر روایت حدیث تاثیر نمیکرد؟ آیا حدیث های گفته نشده اند که بر رغبات سیاسی حاکمان مطابقت میکرد؟ شاید از یک طرف به میان گذاشتن چنین سوال ها بی مورد باشد، زیرا چگونه میتوان چنین تصور کرد در حالی که محدثی چون امام مالک صاحب کتاب موطأ به خاطر حدیثی که برخلاف رغبت حاکمان بود ضرب و لت خوردند و گرفتار زندان شدند. امام احمد صاحب کتاب مسند در مسئله مخلوق بودن قرآن رنج دیدند و زندانی شدند. امام بخاری در همین راه رانده شدند و بر اثر آن وفات کردند. همه این محدثان امکان داشتند که موافق به رغبت حاکمان سخن گویند و جان خود را از رنج خلاص نمایند. ولی آیا میتوان تصور کرد چنین اشخاص از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغی بگویند؟ از اینجاست که شرقشناس معروف جیمز رابینسون در فراورد بحث خویش درباره شرقشناسانی که در بابت شایستگی عملیه روایت حدیث شک میکنند چنین میگوید: من در پایان این تحقیق خود به نتیجه های شگفت انگیز نرسیدم، ولی امیدوارم که آنچه توضیح دادم بر آن کافی است که اسلوبی که طریق آن حدیث ها روایت شده اند شایسته این مقام و اعتبار میباشند، زیرا آن برای ما خبر میدهد که معلومات در صدر اسلام به چی راه و روش نقل میگردد. نسبت کتاب های حدیث به محدثان. باز سوال به میان میآید که آن کتاب هایی که این محدثان تألیف نمودند و در آن حدیث ها را جمع آوری کردند کجایند؟ نسخه های آن کتاب ها که به دست خودشان کتابت شده است کجایند؟ اگر این نسخه ها حالا وجود نداشته باشد پس میتوان به بودن آنها شبهه کرد و حتی میتوان گفت که آنها چنین کتاب تألیف نکرده اند. این کتاب ها از طرف کسی دیگر تألیف شده است. بیایید به این سوال نیز به همان سوال پاسخ میدهیم که مقالمان را به آن آغاز کرده بودیم. کجاست آن نسخه کتاب ارسطو که با دست خودش نوشته است؟ آیا نسخه دستخط یگان کتابش که همه در گذشته و امروز آن را با اعتماد تام مورد آموزش قرار داده‌اند حالا وجود دارد؟ اگر جواب چنین باشد که مادامی که کتاب از طرف شاگردان مؤلف نگهداری شده و طریق شاگردان دیگر نشر می شود، شرط نیست که نسخه خود مؤلف بوده باشد. باز در حالی که به طور قطعی ثابت شده که این کتاب همون کتاب ارسطو است و آنچه در آن آمده است به خود او منسوب می باشد. عالمان و دانشمندان نیز گفتار ارسطو را از گفتار دیگر فرق کرده می توانند اگر کسی خواهد که از پیش خود چیزی با آن علاوه نماید. به شک این جوابی درست است و بدون شبهه به تمام مؤلفاتی که به حدیث بخشیده شده است نیز راست می آید. باز بر تألیف نیز راست می آید که منسوبیت آن به مصنفینش عیناً طبق همان قاعده های علم متن شناسی و دستخط شناسی ثابت شده است. گذشته از این کهنه‌ترین دستخط کتاب موطأ امام مالک که امروز در دسترسی قرار دارد همگی بعد 100 سال امام مالک نسخه برداری شده است. این چنین نسخه دستخط صحیح بخاری نیز همین عمر را دارا میباشد. علاوه بر این همه این نسخه ها با سند متصل به مؤلف آن و بعداً به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شدند که یگان کتاب بخشیده به نقل حدیث از این روش خالی نمی باشد. در حالی که قدیمترین نسخه تألیفات ارسطو بعد 1000 سال وفات او تهیه شده است، ولی عجیب آن است که کسی به درستی نسبت آن به ارسطو و یا محتوای آن شبهه نمی کند، در حالی که یک قطار عامل‌های وجود دارند که شایسته برانگیختن شبهه می باشند، از قبیل اختلاف زبان اصل از زبان
زبان نقل، ترجمه معنایی بودن کتاب و غیره. از اینجاست که کریستوفر شلز استاد فلسفی دانشگاه نوتردام چنین میگوید: قدیمترین دستخط یکی از تألیفات ارسطو به عصر نهم میلادی راست میآید. بیشتری دستخط‌های تألیفات او به عصرهای بعد نهم میلادی تعلق دارند. از این رو میان تألیفاتی که خود ارسطو نوشته است و ترجمه‌هایی که حالا به او منسوبند نقل و گزارش‌های زیادی هستند. این چیز به شرطی که آن همگی از تألیفات خودش باشد و از علاوه‌های مترجم و یا کاری دست شاگردانش نباشد که به تدوین ملاحظاتش مکلف بودند. با وجود آنکه بیشتر شرق‌شناسان نسبت به سنت با دید شبهه می‌نگریستند، ولی این موقع برایشان مانع نشد که ثابت شدن قسمتی از سنت را اعتراف نمایند. مثلا در این خصوص دانیل براون میگوید: با وجود موقع ناباوری نسبت به سنت که آلویس شپرنگر داشت، او در خلاصه براری‌های خود با احتیاط بود. او همیشه حدیث‌هایی را که دارای سند قوی بودند قبول می‌کرد و آن را برای اثبات سنت همچون دلیل قرار می‌داد. او به خلاصه آمده بود که حدیث‌های صحیح نسبت به حدیث‌های بی اساس و بافته زیادترند. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امام شافعی در تفسیر آیت مذکور و امثال آن که ذکر کتاب و حکمت آمده است میگویند: خداوند کتاب گفت که آن قرآن است، بعد حکمت گفت که مراد از آن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشد، زیرا نخست قرآن را ذکر کرد و بعد از آن حکمت گفت. خداوند به بندگانش نعمت تعلیم کتاب و حکمت را یادرس نموده است. اینجا مراد از حکمت جز سنت نمیتوان گفت، زیرا آن همیشه با کتاب خدا مقرون است.